سلام رفقا، به چنل من خوش اومدید. با جلسه دوم تریدر شو خدمت شما هستیم. میخوایم امروز در مورد صرافی‌ها صحبت بکنیم و اینکه چه صرافیایی برای ما ایرانی‌ها خوب هستن و میتونیم داخلش با خیال راحت ترید بکنیم بدون اینکه ترس از بلوکه شدن حسابمون رو داشته باشیم و آموزشش رو کامل براتون میذارم. بریم سراغ آموزش. خب دوستان، خیلی از صرافی‌ها با آی پی ایران مشکل دارن و ما نمیتونیم با آی پی خودمون توشون ترید بکنیم و اکثر صرافی‌ها هم الان جوری شدن که حتما باید توشون احراز هویت انجام بشه تا بتونیم ترید بکنیم و ایرانی‌ها هم قبول نمی‌کنن جزء احراز هویت‌هاشون. پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید از صرافی‌ها استفاده بکنیم که با آی پی ایران مشکل ندارن. من تنها صرافی که دیدم به آی پی ایران گیر نمیده و خودم توش کار میکنم صرافی بینگ ایکس هست. شما میتونید تو صرافی دیگه کار بکنید، اجباری نیست که حتما بیاین تو بینگ کار بکنید، ولی من چون خودم توی بینگ ایکس با خیال راحت ترید میکنم و سرمایه زیادی توش دارم، توی همون صرافی بینگ ایکس کار میکنم و یکی از مزیت‌های خیلی خوبی که داره اینه که اولا احراز هویت لازم نداره، دوم این که به آی پی ها هیچ کاری نداره، فقط 3-4 تا کشور رو حساس روشون که با آی پی اونا وارد نشین بهتره که توی دیسکریپشن براتون می‌نویسم. سوم این که اگه 1% حسابتون به مشکل خورد، پشتیبانی فارسی داره که اگه پشتیبان فارسی هم نتونست کارتون رو راه بندازه که قطعا همیشه انجام میدن. اگه 1% حالا ما در نظر میگیم کارتون رو ننداخت، راه حل چهارمی وجود داره که شما میتونید با کارت ملی یا گواهینامه‌تون که مال ایران هم هست به راحتی احراز هویت رو انجام بدید و از امکانات صرافی استفاده کنید که من خودم توی این 3 سالی که با صرافی کار میکنم اصلا از احراز هویت حتی استفاده نکردم و صرافی به هیچ مشکلی نخورده. فقط یک بار با یک جیمیل وارد شدم و امنیتش رو بردم بالا و دیگه به مشکل نخوردم. پس در ادامه با آموزش صرافی بینگ ایکس خدمت شما هستم. خیلی خوب، از اپ استور یا گوگل پلیتون بینگ ایکس رو سرچ میکنید و نصبش میکنید که من از قدیم نصبش کردم و واردش میشید. این فضای اول صرافی رفقا هومشه. یه قسمت مارکت داره که همه مارکتاشو دسته‌بندی کرده، پرپچوالش، استانداردش، اثباتش، همه چیزا رو اینجا براتون دسته‌بندی کرده. قسمت تریدش هم که بزنید 3 تا بخش میاره. یکی اثبات که بخش اولشه، یکی دیگه فیوچرزش که فیوچرزش 2 بخش میشه، یکی پرپچوال فیوچرز، یکی استاندارد فیوچرزه که ما با پرپچوالش زیاد کار نداریم. خودم توی استاندارد فیوچرزش کار میکنم چون حد ضررها و حد سودا رو دقیق میزنه. توی پرپچوال یکم بالا پایین میزنه و خب درصد سود و ضررتون رو کم و زیاد میکنه که این خوب نیست. و توی استاندارد ما کار میکنیم که حالا آموزش کاملش براتون توضیح میدم. این بخش مال بخش کپی تریدشه که اینجا شما میتونید تریدرهایی که وجود دارن رو فالو بکنید و از تریداشون استفاده کنید که خب من این بخش رو بهتون کلا پیشنهاد نمی‌کنم، این بخش کپی ترید رو، چون خوب نیست، چون اکثرا برنداشون ضرره. حالا اینجا زدم مثبت، اینجا هم که اسد دارایی هست که حالا اینجا نشون نمیده، باید لاگین بکنید. خیلی خوب، از این قسمت سمت چپ بالای صفحه روی آدمکه میزنید و ساین آپ و لاگین داره. اگه حساب ندارین و میخواین درست کنید ساین آپ میزنید، اگه میخواین وارد حسابتون بشین لاگین رو میزنید. ما روی ساین آپ میزنیم. از ایمیل استفاده کنید یا جیمیل فرق نمیکنه، از گزینه تلفن استفاده نکنید ترجیحاً. ایمیلتون رو وارد کنید، رمز ایمیلتون رو هم میتونید از حروف بزرگ و کوچیک و اعداد استفاده بکنید که حالا من اسفامیل خودم رو گذاشتم با 2 تا عدد. رفرال کد هم میتونید از کد رفرال ما استفاده بکنید که هم شامل تخفیف توی کارمزد میشه و من بهتون بونوس برای ترید میده. NQ48TW و ساین آپ رو میزنید. جیمیل، رمز، رفرال کد در صورتی که دوست داشتین و
گزینه کانتینیو. کپچاش هم کامل میکنید که بفهمه ربات نیستید. خیلی خوب، توی این قسمت یه دونه کد برای جیمیلتون ارسال میشه که واردش میکنید 242089 و وارد حسابتون میشین. همونطور که میبینید اینجا وارد حسابمون شده که اینجا روی فلش اگه بزنید میتونید برای خودتون اسم انتخاب بکنید برای اکانتتون و از بالا روی پروفایلتون روی مداد بزنین. پروفایل هم میتونین برای خودتون بزنین. حالا جنسیتتون رو میتونین اینجا مشخص کنین. تو هوم پیج میتونین مثل بایو پیج توی اینستا برای خودتون چیزی بنویسین و همین. خیلی خوب. سمت راست آخرین گزینه اسد هم که داراییاتون رو بهتون نشون میده که اکانت رو جدید زدیم و 0. توی قسمت ترید که وارد میشید، تو قسمت فیوچرز، ما با پرپچوال فیوچرزش کار نداریم به چند دلیل. دلیل اول این که استاپ ها رو بالا پایین میزنه. دلیل دوم این که قیمت اون ارز با قیمتی که توی چارت صرافی بینگیس روی تریدینگ ویو نشون میده یکی نیست. مثلا توی چارت اگه های قیمتی روی بیت کوین مثلا 29900 باشه، توی قسمت پرپچوال شاید تا 29930 هم مثلا بره. پس ما میایم توی استاندارد فیوچرز کار میکنیم. خیلی خوب، وارد قسمت استاندارد فیوچرز که میشید، روی لانگ یا شورت بزنی فرق نمیکنه. این صفحه نوار پایین براتون باز میشه. از این قسمت یه قسمت لانگ داریم و یه قسمت شورت داریم که بر اساس مبنای پوزیشن میتونید اینها رو انتخاب بکنید. بالا سمت چپ زیر پرپچوال اسم ارز رو میتونید انتخاب بکنید. حالا هم همه ارزهای دیجیتال رو داره، هم فارکسی ها رو داره که حالا امروز شنبه است و بازار فارکس بسته است. میتونید انتخاب کنید. مثلا گلد رو اگه سرچ بکنیم، بله اینجا توی آل گلد رو میاره، طلا و بیت کوین یا هر ارزی که می‌خواستین سرچ میتونید بکنید، روش کلیک کنید و وارد قسمت فیوچرز بشین. اینجا یه سری سوالا ازتون میکنه اول که میخواین ترید رو انجام بدید که خب حالا اگه بیاره خیلی عالیه. چند لحظه صبر میکنیم. اینجاش رو رفقا باید با فیلتر شکن بیارید، بدون فیلتر شکن نمیاد. فیلتر شکن هم هر آی پی باشه فرق نمیکنه. فقط چند تا کشور تحریم است که الان خدمتتون عرض میکنم. خیلی خوب، اینجا چند تا سوال ازتون میپرسه که جواباش رو الان بهتون میگم. این صفحه بیاد بالا. خیلی خوب، ببینید دوستان، سوال اول جوابش میشه C، سوال دوم جوابش میشه B، سوال سوم هم جوابش میشه C، سوال چهارم باز میشه B، سوال پنجم میشه A، سوال آخرش هم میشه A. اینا رو جواب میدین، روی سابمیت میزنین، شرایط رو قبول میکنین و گزینه اکتیو رو میزنین. خیلی خوب، اینجا حالا برای ما اکتیو شد. خب ببینید اینجا که نوشته VST اکانت، روی اون که بزنید شما میتونید هم با USDT اکانت که دلار واقعی هست ترید کنید، هم میتونید با VST اکانت که اون ارزی هست که صرافی برای تست صرافی بهتون داده و هیچ ارزشی نداره، صرفا جهت تست کردن است. 100,000 تا ارز VST بهتون میده که شما میتونید تست بکنید صرافی رو باش و این خیلی خوبه. همه قسمت صرافی رو میتونید تست کنید. حالا اینجا گزینه مارکت داره، گزینه تریگر داره که شما میتونید با گزینه تریگر توی قسمت تریگر پرایس قیمتی که میخواین روی بیت کوین مثلا لانگ بگیرید رو مشخص کنید. مثلا روی 28500 میذارید، مثلا مارجینتون رو هم اینجا مشخص میکنید. حالا 10% سرمایه، حالا اینجا سرمایه‌اش $100,000 مثلا با $20 یا با $100 فرق نمیکنه. قسمت مارجین رو مشخص میکنید. لورج هم که لورجتون رو مشخص میکنید
این پایین سمت چپ قسمت TPSL آبی نوشته روی اون بزنید، میتونید همزمان با این که دارید اوردر ست میکنید هم تارگت و هم استاپ لاس هم براش در نظر بگیرید. خیلی خوبه. مثلا اینجا ورود ما 28500 28300 مثلا، حالا این همش مثاله، حد ضرر رو میذارید، تارگت هم 29000. ببینید اینو شما کانفرم رو بزنید و گزینه لانگ رو بزنید، براتون اوردر گذاشته میشه و قسمت اوردر ها برید، قسمت اول قسمت پوزیشن های بازتون رو میاره. حالا بذاریم من پوزیشن هم باز بکنم روی بیت کوین با قیمت مارکت با 10% سرمایه، یه دونه سل همینجوری روش بگیریم. خیلی خوب. ببینید اینجا وارد این قسمت میشه. پوزیشن بازمون قسمت بعدی اوردرهاییه که کاشتیم که ما الان روی بیت کوین اوردر لانگ کاشتیم. ترید هیستوریش هست. قسمت بعدی میاد شما تریداتون رو بهتون نشون میده که باش آشنا هستید. و قسمت بعدم اوردر هیستوری، اوردرهایی که حالا میذارید کنسل میکنید فعال میشه یا هرچی. خیلی خوب. اینجوری وقتی پوزیشن باز میکنید رو فقط از این پایین سمت راست وارد اوردرز میشه. تو قسمت پوزیشن ها میتونید مدیریتش کنید. رو گزینه TPSL هم بزنید، میتونید براش حد ضرر و حد سود قرار بدید. و خب مشخصاتی که نوشته، قیمتی که باز کردید، قیمتی که الان مارکت هست، لیکوید پرایسمون رو نوشته، تو چه قیمتی کلا پوزیشنمون لیکوید میشه که ما کلا به این کار نداریم، چون ما همیشه تو همه معاملاتمون حد ضرر رو قرار میدیم. و وقتی بخواید پوزیشن رو ببندید روی کلوز بزنید، ما به این گزینه‌اش کار نداریم. اینجا میتونیم مثلا بگین آقا چند درصد معامله رو خارج بشه و اوکی رو بزنید، پوزیشن رو کامل میبنده. این هم از قسمت ترید فیوچرز صرافی بینگ ایکس.